میدونستید شخصی به اسم جان تایتر مدعی مسافر زمانه و از سال 2036 اومده. اون میگفت تو آینده بازی‌های المپیک برگزار نمیشه، جنگ جهانی سوم شروع میشه و تو سال 2024 یعنی همین سالی که ما الان هستیم ماشین زمان میسازن. جان تایتر خیلی معروف شد چون بعدش شروع کردن به ساخت بازی و فیلم و حتی نوشتن کتاب. ایشون 4.5 ماه بعد از پیدا شدنش تو سال 2001 اعلام کرد که میخواد برگرده به سال 2036 خودش و دیگه هیچ وقت هم دیده نشد. حالا فکر کن چی میشد ما هم توی زمان میتونستیم سفر کنیم و برمیگشتیم به عصر حجر یا همون عصر سنگ. عصر سنگ از 3 میلیون سال پیش شروع شد ولی سر کله انسان‌های اولیه 2.5 میلیون سال بعدش پیدا شدن. ما همین الان هم اشتراکات زیادی باهاشون داریم چون 2% ژن نئاندرتال ها توی هممون هست. اگه برگردی به اون دوره تو میشی همون اولین آدمی که آتیش رو به کنترل خودش در آورد و با 2 تیکه چوب و 5 دقیقه زمان میتونستی پرقدرت ترین انسان بشی و جایگاهت هم نسبت به بقیه بیشتر میشد. عمر نئاندرتال ها 22 سال بود. به خاطر همینم میتونستی 3 نسل رو ببینی. تو به همه یاد میدادی چجوری نقاشی بکشن. اگه همین الان گرونترین نقاشی دنیا 300 میلیون دلار فروش رفته، پس حالا نقاشی‌های تو خیلی بیشتر از این میشد. 450 سال طول کشید تا انسان گفتار و نوشتار رو یاد بگیرن. حالا به کمک تو 10 سال یاد میگیرنش. نوستراداموس 670 مورد پیشبینی داشته مثل اکسیر جاودانگی، افول آمریکا و آخر زمان. حالا تو دیگه کامل از آینده خبر داری. به همه یاد میدادی چجوری سلاح بسازن مثل نیزه، قطر و یا کلاشینکوف سنگی. تو میشی معروف ترین آدم دنیا و به افتخارت یک عالمه بنا، موزه و مجسمه میسازن و تو همه کتابا میارنت. همه این کارات باعث میشه تمدن بشری رو چندین سال جلوتر ببری و ما الان داشتیم تو یک دوره دیگه زندگی می‌کردیم. حالا تو کامنت ها برام بنویس حاضر بودی برگردی به عصر حجر و اگه آره بگو تو اون موقع چی کارا می‌کردی. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. سابسکرایب کن، لایک هم یادت نره تا چالش 100 فیلم تو 100 روز رو تمامش کنی. فعلا خدا.